استرس به چند علت میتونه باعث چاقی بشه، مخصوصا تو کسایی که سریع وزن اضافه میکنن و میخوان رژیم غذایی بگیرن برای کاهش وزنشون. 1. کاهش کیفیت خواب. 2. برهم زدن تعادل هورمونا. 3. کسی که استرس داره میل به خوردن غذاهای خوشمزه با کالری بالا هم توش بیشتر میشه، دوست داره غذا بخوره چون دیگه براش مهم نیست، میگه امروزمون که خراب شد بذار اینا هم بخوره. و 4. کاهش تحرک. این عوامل هستن که باعث میشن کسی که استرس داره وزنش اضافه شه. پس باید یک راهی پیدا کنیم که بتونیم ذهنمون رو کنترل کنیم. استرس به چند علت میتونه باعث چاقی بشه، مخصوصا تو کسایی که سریع وزن اضافه میکنن و میخوان رژیم غذایی بگیرن برای کاهش وزنشون. 1. کاهش کیفیت خواب. 2. برهم زدن تعادل هورمونا. 3.